السلام علیکم اکای حاجی مرزا، من از قرغان تپه هستم. دو سوال دارم. دو توی را یک جای گذرانیدنش را میگویند که یکی از این بدبخت میشود. این حقیقت دارد یا ندارد؟ نه، حقیقت ندارد. اگر در خانه یکی دو توی یک جا میشود، مثال یا دختر تا شوهر همراه بچه تا زن دادن، یا دو بچه تا یک باره زن میدی، یا دو دختر تا یک باره شوهر میدهی، این بدبختی نمیارد. دادر عزیز، بدبخت کردن، نیکبخت کردن فقط کار الله است. این توی هیچ کدامی را بدبخت و نیکبخت نمیکنه. اگر فتوا میدادن که انسانی که اگر امکانیتی دو توی را یک توی کردن داشت لیکن نکرد، وای تویدار بدبخت میشود، اینش درست بود. انا اینش درست. به خاطر که شما یک خودتان در ترازوی عقلتان سنجین، خراجات کم، دوادو کم، آخر گویم وقت چقدر قیمت است، وقتاتان انشاءالله همش صرفه‌کاری می شود، چقدر فایده برای جان شما هست. برای همین اگر سه توی که در خانه تو یک جای کرده توانی با خوش به حالت، ولی دو توی که یک جانب است. دوم، در جای ما تا حال در بعض جایها جمعگی هست، آیا اشتراک کنیم یا نکنیم؟ ما از جمعگی های همیجه خیلی صحبت ها داشتیم. و یا حدیث رسول اکرم است، من شما دخوانم، حدیث متفق علیه هست، همه کتاب حدیث روایتش میکنند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصى الله. ببینید، و من یطیع الامیر فقد اطاع الله و من یعصی الامیر فقد عصى الله. حبیب خدا گفت کسی مرا اطاعت میکند، اطاعت من اطاعت خداست. کسی مرا گناهگار شد، نزد الله گناهگار است. کسی پادشاه را اطاعت کرد، اطاعت خداست. کسی پادشاه را گناهگار شد، گناهگاری پیش خداست. برادر عزیز و گرامی، هم الله امر کرده است، هم رسول امر کرده است، هم پادشاه امر پادشاه است که شما با همین ها نزدیک نشوید که اینا از ما نیست. وقتی اگر شماها نزدیک شدین، ببینین سخن خدا، پیغمبر، پادشاه همگیش پشت سر میگذاری، تو در پیشگاه خدا عاصی و گناهگاری. تو خوراک نمیخوری، تو بلکه زهر به جانت میخوری. برادر عزیز و گرامی، باور کنید من تیار هستم اگر این کدام انسانی باشد ناراضی باشد یا حجت داری یا دلیل داری برای آن که همین فتوا یا که همین سخنی که ما گفتیم نادرست است، من به نام خدا با تو تیار هستم که صحبت کنم. حتی در مکتوب نویس حجتات من آشکارا در بین مردم حجتات میخوانم. اگر حجتات قوی باشد من از همین سخنی گفتگیم پس میگردم، لیکن من از خدای خود امید دارم. آخه ما اینقدر نظارت در کتاب ها کردیم، اینقدر برای شما رسانیدیم، و ما هم در پیشگاه خدا میترسیم. و این کار برای ما فایده آورتر است از شما دیده. ما راحت این معرکه را زیادتر میبینیم، نه شما. لیکن برای خدا شده شما را ما از این عمل باز داشته ایستاده. در هر محله که جمعگی هست وکیلش خاموش است، در کدام محله که جمعگی هست ملاش خاموش است، برابر یعنی همون خورنده به نام خدا گناهگارند. اینشان فراموش نکنید.